سلام به شما دوستان، با قسمت دوم آموزش هک در خدمت شما هستیم. خب اینترو 1 رو حل کردیم، پس میریم به سراغ اینترو 2. خب اینم فرم لاگین داره، پس میریم سراغ سورس کدش، ویو پیر سورس یا اینسپکت، که چون قسمت اول با ویو پیر سورس کار کردیم این دفعه با اینسپکتش کار میکنیم. خب ما باید المنتش رو ببینیم که میتونیم با کنترل شیفت سی یا اون گزینه استفاده کنیم. خب بریم ببینیم محتویاتش رو. خب یه یوزر نیمه که اینجا یه اسپن داره، اسپنه به رنگ سفیده. خب بیایم رنگ سفید درش بیاریم، چون رنگ سفید با بک‌گراند یکی شده و دیده نمیشه. خب پسوردش هم باید همین جوری باشه. بله همین جوریه. خب اینم پاکش میکنیم، رنگش رو میذاریم قرمز. خب اینجا گفته یوزر نیم هست، این کپیش میکنیم و پیست و اینم کپی و پیست. خب لاگین میکنیم. وارد شد، خسته نباشید.